سلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. برای شما یک تا پورترچه پر از چوب چنار خوک. اگر شما در یوتیوب یک کانال یک زنی آذربایجانی وای میکنه طعام میپزد هر چی میپزد، یعنی همون چوب ها دارد که هم شکسته تیگه علاب میپردد گویا که همون چوبش بنزین داشته باشه، یک نمود میسوزد که یعنی برای شما از همین نمود چوب ها آوردگی هستند. دوستان من یک پورتر، این یک پورتر طلبگارش بسیار گفتم کسانی که برای ذخیره زمستان نکرده بود اگر خبردار شده از همین گونه چوب ها بهره‌ور شوند که پیچکش صبح سرخ شده است، دائم خانهش گند تا یک فوتبال که گردد. این یک پورتر بود است، نرخش 1600 سومان میگن، دستفکش درونش باید دوستان من ببینید که چه خیلی حالتش خوب. دستفکه درنی منطقه یکم حوجه امیر و زرافشان این چین کمسمال پلشت که نیست هست. و یک برادر دیگه در مهرآباد سراغ کردگی بودن، اونجا و شانه بود است اینترنت دیر کردن از پورتری گذشته. رقم تلفن برای تماس برای شما میگذارم دوستان، زنگ زنید. من این خودی حاضر میپرتم که 2 ینور دیر نکرده دوستان خریداری میکنید، چون که محدودیت است در بار. تلفن برای تماس 92 956 1965. یک بار دیگه میگم اگر ما در گوشتون پخته باشد در بگیرید که این بار کمه. 92 956 1965 سری سپ خورده همین خیلی بوله پورتر برآمدگی است. تو زنگ زنید خریدارو قرار دارد حاضر در نزد چارکوچگی سامانیان دوستان. باقی سربلند و خانواد باشید. علم همیشه پیچگاهاتون گرم باشه در این موسم زمستان که نه راحت کنه. برکه دوستان.